سلام به تمامی بزرگواران. تحلیل ارز داج کوین هست. همونطوری که میدونید من این ارز و میم محبوب رو تقریبا 3 یا 4 ماه پیش تحلیل کرده بودم و گفتم من توی قیمت 12 سنت خریدارم که توی ریزش 2 روز اخیر تونسته به این قیمت رو حالت شادو برسه. دوستانی که توی این قیمت اوردر گذاری کردن که من خودم هم اوردر گذاری کردم و تقریبا 5 یا 6 هزار دلار توی این قیمت گذاشته بودم خرید بکنه، از اون قیمت خریدم انجام شده و رشد کرده و الان روی اون 5 یا 6 هزار دلار 66% توی سودم. اگه مجدد بخواد موقعیت ورود بده مجدد من اعلام میکنم، ولی فعلا با این شادویی که اینجا زده به قول مثال تمامی تحلیل هایی که از گذشته داشتیم رو درست کرده. خب چه تارگت هایی داج کوین داره؟ قیمت فعلیش همونطور که میبینید 20 سنته و سقف تاریخی داج کوین تقریبا یا دقیقا 73 سنته. از این قیمت میتونه رشد بکنه و گپ های خوب و قوی که جلوش هست 1.37 سنت توی این قیمت، دو همین سقف تاریخی خودشه و از اون قیمت بالاتر که میشه 95 سنت و $1.16. مطمئناً داج کوین توی این بازه زمانی یا توی این بولران حتما این قیمت ها رو به خودش میبینه. اگه وارد شدید خوبه توی قیمت 12 سنت، اگه وارد نشدید وارد نشید. ارزهای خوب مثل این محبوب زیاده که هنوز مثل این رشد نکرده و میشه بگیم که اونها الان دقیقا توی همچین شرایطی هستن و کف قیمت هستن. توصیه میکنم اگه سرمایه گذاری نکردید روی ارزهایی که دارم معرفی میکنم سرمایه گذاری کنید. موفق باشید عزیزان. تحلیلی دارید، چیزی دارید توی کامنت ها بگید، حتما تحلیلتون رو به همین منوال یک ویدیو درست میکنم. تمامی چیزهایی که ازش نیاز دارید رو داخل ویدیو میگم و گودبای.